اینجا در کابل مظاهرچیان شعارهای ضد اسرائیل و ایالات متحده آمریکا سر می‌دهند. اعتراض مظاهرچیان به تصمیم روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. دونالد ترامپ بیت المقدس را همچون پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داده که سفارت آمریکا را از تل ابیب به این شهر باستانی منتقل خواهد کرد. در اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز مظاهرچیان این تصمیم را نکوهش کردند. تظاهرات آنها نیز با شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل همراه بود. اینجا در تهران پایتخت ایران هم صدها مظاهرچی صدای اعتراض بلند کردند. با گزارش رویترز حدود 3000 تن از گروه‌های گوناگون مذهبی در داکا پایتخت بنگلادش هم اعتراض کردند. در اندونزیا و مالزیا نیز هزاران تن به جاده‌ها ریختند. اسماعیل هانیه رهبر حماس روز جمعه را روز غضب اعلام کرد. در این حال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه خواهان آرامش شده است. تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل حامیان نیز داشته است که مهمترین آنها اسرائیل به رهبری صدر اعظم بنیامین نتانیاهو است. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا در سال 1995 ایالات متحده باید در نهایت سفارتخانه خود در اسرائیل را از تل ابیب به بیت المقدس منتقل کند، اما این اقدام پیش از روی کار آمدن اداره به رهبری ترامپ به تأخیر انداخته شده بود.